درباره که جوانان علم آموزند به مسجدها و دیگر رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذشت که برای ما این در کار خوب گفتن. من پیش میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد. ما یک گپ خوب پرزیدنت گفت در بین ملاها در دهاتات جنگ و جنجال برای وظیفه برای در مسجد کی کار کردن اشرف زاده است و برای همه ملت میده ما خدا میگه ای بندگان من، ای انسان ها، ای متکبرها، ای کسانی که مسجد ها رو منع میکنید، از خدای خود ترسید. اتقوا ربکم، زیرا که در پیش روی شما در روز شما زمین جنبی سخت انتظار است. آن زمین جنبی روز زمین شما را پاره میکند، روز دلهای شما را میکفاند، جگرهای شما را پاره میکند. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، زمین جنبی روز قیامت زمین جنبی سخت است.